طوری که در جریان هستید ما و شما در ماه پرفضیلت و پربرکت شعبان قرار داریم. بیاییم با هم ببینیم که در ماه شعبان یک مسلمان چی مسئولیتی داره و ماه شعبان از چی فضیلتی برخوردار است. زمانی که ماه شعبان فرا می رسید، بزرگان دین ما هر کدامشان دست به دعا بلند میکردن، به دعا میکردن که پروردگارا ما را به ماه مبارک رمضان برسان. یعنی یک ماه قبل از رمضان ماه شعبان است. این ماهی که ما و شما در جریانش هستیم ماه شعبان است. بنابراین این دعا را میکردن که پروردگارا ما که در ماه شعبان قرار داریم ما را به ماه مبارک رمضان هم برسان. بیایم ببینیم با هم که چی فضیلتی داره این ماه. حدیث اول حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مادر عزیزمان میفرمایند هیچ ماهی را ندیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل روزه بگیره مگر ماه رمضان. یعنی ماه مبارک رمضان در بین 12 ماه چون فرض است همه ما و شما مسلمان ها روزه میگیریم و پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم هم روزه میگرفتن. حضرت عایشه میفرمایند بعد از ماه مبارک رمضان هیچ ماهی را ندیدیم که بیشتر در او رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه بگیرد مگر ماه شعبان. یعنی در غیر رمضان در بقیه ماه‌های سال از ماه شعبان بیشتر هیچ ماه دیگری را پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه نمی گرفته. یعنی به این معنا که بیشترین روزه را در ماه مبارک شعبان می گرفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین این خودش بیانگر این است که یک مسلمان می تواند در ماه شعبان روزه بگیرد. و حدیث دیگری که یکی از صحابی دیگر جلیل القدر روایت میکنن میفرمایند که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم فرمودن ماهی است که به اصطلاح مردم از او غافل هستند، یعنی بین رجب و بین رمضان که این ماه شعبان است. یعنی این ماهی است که بسیار مردم از فضیلت و از برکت و به اصطلاح از امتیازاتی که در این ماه قرار داره بسیار از مردم از او غافل هستند و غافل از این هستند که در این ماه اعمال انسان به پیشگاه رب العالمین بالا می رود و مورد محاسبه قرار می گیرد. ببینید عزیزان من، اعمال انسان در طول هفته هم محاسبه میشه. در روز دوشنبه و روز پنجشنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کل اعمال انسان که انجام داده مورد محاسبه قرار میگیره الا مگر فردی که با یک برادر مسلمانش دعوا و خصومت داره. بعد از این قضیه باز در طول سال در ماه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اعمال انسان ها در پیشگاه رب العالمین محاسبه میشه. پس معلوم میشه که در ماه شعبان فضائل بی‌نهایت زیادی نهفته است. در مجموع یک مسلمان در ماه شعبان کوشش کنه که این 5 عمل را انجام بده. اول روزه ماه شعبان کسانی که توانایی دارن، البته ناگفته نمانه که این جزء روزه های نوافل هست، یعنی هیچ کسی حق نداره سر کسی تحمیل بکنه یا مجبورش بسازه که تو چرا روزه نمیگیری، یا مثلا در یک خانواده که روزه میگیره دیگری نمیگیره بگه والله تو چرا روزه نمیگیری. نه، هر انسان اختیار داره. کسی روزه میگیره اجر و پاداشش میگیره، کسی که نمیگیره هیچ گناهی برش نیست. پس اول کوشش بکنیم که روزه بگیریم در ماه شعبان. این روزه هم اجر و پاداش و ثواب داره برای ما، هم یک تمرین است، یک آمادگی برای ماه مبارک رمضان است. دوم کوشش کنیم در این ماه تلاوت قرآن داشته باشیم و به اصطلاح سجده و عبادت طولانی تری داشته باشیم، به خصوص در شب که رسول الله صلی الله علیه و آله قیام میکردن و سجده نزدیکترین راه برای الله سبحانه و تعالی. و مولا از قرآن هم میگه واسجد واقترب، سجده کن به خدا نزدیک میشیم. و سومین عملی که انجام میدهیم کوشش کنیم که به اصطلاح در این ماه صدقه بدهیم. صدقه فضیلت بسیار زیادی داره. این در کناری که روزه شعبان میگیریم به پهلوی به اصطلاح صدقه هم بدهیم. و این قضیه عمل دیگری که در این ماه مبارک شعبان میتونیم انجام بدهیم، عبادت های نفلی دیگرمان را هم افزایش بدهیم، مثل نماز تهجد اگر در دیگه وقتا نخوانیم کوشش کنیم که در به اصطلاح ماه شعبان بخوانیم. بنابراین اینها اعمالی است که در ماه شعبان انسان انجام میده و این قضیه آمادگی خاص برای ماه مبارک رمضان. یعنی هم روزه، هم صدقه، هم تلاوت، هم آمادگی برای ماه مبارک رمضان و هم قیام اللیل. اینها از جمله اعمالی است که در ماه مبارک شعبان یک مسلمان باید تلاش بکنه که اینها را انجام بده.